وزارت کورهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمیش سه عکس لباسهای نو ملی رسمی و سراحی برای بانوان ملیسا دوخته شده را نشر کرد. لباسهای رسمی بانوان ملیسای تاجیک از متای اطلس دوخته شده، از کلاههای نو پیلوتکا، پیراهن تا میان و یوبکا یا ازار عبارت است. لباسهای سراحی بانوان ملیسا با رنگ‌های حربی دوخته شده و نیز از پیلوتکا، پیراهن و یوبکا یا شیم عبارت می باشند. هنوز معلوم نیست که کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کی به این لباس‌های نو می‌گذرند. بنا به آمار سال 2019 در صف ملیسای تاجیک بیش از 1500 تن از زنان و دختران کار می‌کنند. بینندگان عزیز، آیا شما به نمونه لباس‌های نو زنان ملیسا چی نظر دارید؟ لطفاً در زیر این نوار بنویسید.